سلام به تاجیکستان. بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به چنل خودتون. امروز یه مهمون ویژه داریم، یه خواننده خفن تاجیکستانی به اسم فرخ حسن رو که همه میشناسیم. فرخ چطوری؟ سلام و درود به همه خارج زبان‌ها، به همه انسان‌های روی دنیا. خوشحالم که با ما با تماس گرفتید. تشکر زیاد برای تکلیف. حالا هم همراه شما هم صحبت میشه. بچه‌ها یه خورده کیفیت صدا ممکنه خیلی ممکنه ضعیف باشه. اونم یه دلیل داره، به خاطر اینکه فرخ خارج از خونه است، دور از خونه و واسه همین چند بار تلاش کردیم که مصاحبه داشته باشیم که توی خونه باشه. واسه همین چون توی خونه نیست یه خورده ممکنه کیفیت تصویر و صدا ضعیف باشه. بریم سراغ ویدیو، ادامه ویدیو مصاحبه. تاجیکستان به پیش. فرخ خودتو خیلی کوتاه، چون همه میشناسن تو رو، ولی دوست دارم خیلی کوتاه معرفی کنی خودتو. برای مردم فارسی زبان بسیاری آمریکایی ممکن من رو نشناسند، اما با واسطه ثبتای ویدیوهای شما در کانال یوتیوب بسیاری آنان از ما خبردار هستند. نام من فرخ حسن، 26 سال هستم و طول 4-5 سال اخیر می شود که با طرز پروفسیونالی موسیقی چیم، همراه موسیقی کار و فعالیت میکنم. همراه پیش از سرود سرایدن، پیش از موسیقی من با ترجمان زبانهای خارجی وابسته بودم. حالا من ترجمان زبانهای خارجی نیستم، اما زبانهای خارجی از خود میدانم. فقط فرخ همسن منی، میدونستی؟ ما همسنیم. بچه فرخ همسن منه و اصلا باورم نمیشه همسن همیم و من خیلی صدای فرخ رو دوست دارم. فرخ من صدا تو خیلی دوست دارم. دقیقا این موزیک من تاجیکم بود که گروهی خوندیم. اونجا یه تحریری زدی که من موهای تنم سیخ شد و از همونجا برگشتم گفتم بچه‌ها از این به بعد خیلی بیشتر میبینین فرخ حسن رو توی چنل من، چون واقعا خودم یکی از طرفدارات شدم. چجوری اینقدر خفنی؟ نمیدونم چجوری جواب بدم در سوال شما، برای که سرود من تاجیکم بسیار یک سرود خوبی بود از جانب مراد. ما همراه با یک خلاصه آمدیم که 5 فصل یک سرود وطنی، یک سرود پاتریوتی پیشکش مخلصا گردانیم و سرود را به نهایت خوب قبول کردند شنوندگان ما. امروز ما بسیار منتدار هستیم که خلق فارزبان، خلق ایران از موسیقی ما با خبر است و ما را تماشا میکنند، دستگیری میکنند. برای ما یک دولت است. تشکر. قربونت. من سوال من جواب ندید. چجوریه که اینقدر خوش صدایی؟ چجوری؟ فقط خدا با من هدیه کرده است روز را و بسیار کوشش و بسیار مهنت انسانی. ولی واقعا وقتی که فرخ شروع به خوندن میکنه، وقتی تحریر میده، من تمام موهای تنم سیخ میشه و ساده ترین متن اگه بخوایم بهش بدیم، بخواد روخوانی کنه، یه تحریر بخواد بهش بده، واقعا احساسی میشه. فریاد، فاصله ها، موزیکایی که خونده، چند تا دیگه هم هستش، اونایی که من ریاکشن رفتم و دارم میگم، اینا منو خیلی تحت تاثیر قرار داده. فرخ بله، یه دونه مسابقه بود که تو روسیه برگزار شده بود، مثل اینکه اول شدی، درسته؟ بله. بین چند نفر این مسابقه بود؟ کلا چند نفر شرکت کننده بود؟ کلا در این مسابقه بیشتر از 6000 آدم از تمام روی دنیا اونجا اشتراکی بودند و میان 6000 آدم با واسطه ویدیوکال 270 نفر انتخاب شد و واسطه تلویزیونی 270 نفر. بعد آن با شکل نیم نهایی چند نفر گذشت، بعد آن 12 نفر گذشت، بعد آن 3 نفر گذشت
و بعدا یک نفر. و تو اول شدی. بینگو. آقا خوبه دیگه، خوبه دیگه. فرخ تو هم انگلیسی میخونی، هم روسیه‌ای میخونی، هم تاجیکستانی میخونی، عربی هم میخونی؟ زیاده از 15 زبان درود میخوانیم. با 15 زبان. من برم، خداحافظ. اینجا زبانهای آسیا هست، زبانهای اروپا هست، زبانهای لاتین امریکا، زبان روسی، زبان ایرانی، با ایرانی هم هست. اما کاورز درودهای خودم نیست، کاورز. به هر حال که فوق‌العاده داری میخونی هر چی که هست. من شنیدم دیگه، مثلا انگلیسی خوندی، تاجیکی خوندی، مثلا روسی دیدم. روسی چقدر خوب میخونی تو. توی مسابقه دیدم، ریاکشن هم رفتم بهش. فرق واسه مخاطبای فارسی زبان توی ایران دلم میخواد به صورت لایف همینجوری یه تیکه بخونی. میتونی؟ شرطش داری بخونی؟ هرچند میدونم بیرونی، ولی خب دلم میخواد تقدیم کنی دیگه، حالا به مخاطبای چنل امیرمونم. با تاجیکی باشد، با ایرانی باشد، با چیز، با کدام زبان؟ با زبان تاجیکی، فارسی. اون موزیک بود تحریر داشتی میدادی توی همون من تاجیکم، اونو میتونی بخونی؟ بله. آخ جون. تاجیک مرد بود، مرد بماند، تاجدار و خود سر بماند، با دل کشاد و مهر و اعتماد، دوست اهل سر توی بماند. موزیکات به صورت رسمی اگه بخوای بخونی میشی تاجیک دیگه، درسته؟ بله. ولی کنار تاجیکی خوندنت زبانهای دیگه ای هستش که تو میخونی، ولی اصالتا تاجیک زبان، مثل همون موزیک ویدیو که تاجیک مرد بود مرد میماند، درسته؟ اصلا میدونی دوستم، موسیقی زبان ندارد، موسیقی دنیایی است و هر زبانی که ما سرود میسرایم، اصلا هدف ما به دل انسانیت، به دل شنوندگان، به گوشای شنوندگان حتما یک نقطه نظریه خودمون موندن. ما اصلا از حیات بسیار چیز نمیخوایم، از انسان بسیار چیز نمیخوایم، ما فقط میخوایم که اینجوری ما را گوش بدن، اینجوری ما را سپورت کنن. این برای ما کفایه است. سنت متوجه شدم، بهترین حرف رو زدی و اینکه موسیقی زبان ندارد واقعا خیلی عمیق بود. این حرفت واقعا تاثیر گذاشت منو. سنت واسه این راه خیلی کمه و جوونی. خودتو در آینده کجا تصور میکنی؟ مثلا چجوری بگم، فکر میکنی چقدر میتونی پیشرفت کنی؟ آره، هدفم هست، هدف دنیایی دارم. میخوام یکی از انسانای موفق شوم که در تمام دنیا گوش کنم به سرودمان. میخوام از تاجیکستان اولین شخصی باشم که ستاره بین‌المللی شوم. حتما همین اتفاق میفته. تو واقعا پتانسیلشون تو واقعا داری. و نظرت من واسه خوانندگی چطور صدام؟ نفهمیدم. صدای من واسه خوانندگی چطوره؟ میتونم خواننده بشم؟ از من خواننده در میاد؟ از تو؟ یس. میخند چرا؟ خب واقعا همه انسان ها میتوانند سراینده شوند، فقط کم ترک کوشش لازم، کم ترک مهنت. من فقط زمانی که میخونم خوب، از نظر من خوب در میاد، یا مثلا میتونم مثل تو بخونم. زمانی که این احساس رو دارم که حرفه‌ای دارم میخونم، زمانی که دارم تو حموم میخونم. غیر از اون دیگه افتضاح صدا. بسیار خوب است، بسیار صدای قشنگ دارید، بسیار صدای خوب دارید. میدونم اینو داری میگی که من ناراحت نشم. عجب آدمی هستی، خیلی دامردی. میبینین
من دستم خالی دارم کاری نمیکنم. فرخ قبل از اینکه کلام آخر رو بگم، به نظرت امیر حسین، امیر مونم، منو میگم، چه جور آدمیه مثلا واسه اولین باره که داریم با هم حرف میزنیم؟ و من بسیار پسند اومد وقتی که من ویدیوی تو رو تماشا کردم، با من بسیار پسند اومد ریاکشنی تو، یعنی ریاکشنی تو ساخته نبود، it was natural. این چیز رو دیدم میشد. برای همین من فقط میتونم گفته که انسان خوب هستی و ما لازم است انسان خوب بودن، کفایت، فقط انسان خوب باش، کفایت برای ما. وای من خیلی اوف شدم، دارم میرم توی زمین. یه دونه بگیم فارسی زبانا به پیش و ویدیو رو تموم کنیم. 1 2 3 فارسی زبانا کد به پیش.